سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 نوامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پرزیدنت قرقیزستان میخواهد مشکلات مرزی با تاجیکستان را زود حل کند. نزدیکان بزرگمیر یوروف میگویند او و 5 محبوس دیگر را به زندان پوشیده بردند. ترکیه یک فرمانده داعش را با زن و 4 فرزندش به تاجیکستان سپرد. نجات جان این جوانمرد پدر 3 فرزند در دست ما و شماست، بی‌طرف نباشید. 2 صدمه مرگبار در ناحیه بلخی و لطکوب ساکنان نورک در بازار سخاوت. درش یک ماشین با 25 گوسفند و 1 تن میوه به دریا چپه شد و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 25 نوامبر سال 2022 در نخستین قرولتای یا انجمن مردمی کشورش اظهار داشت که قرقیزستان مسائل مرزیش با 3 کشور همسایه خطای قزاقستان و ازبکستان را پاره حل کرد و تنها بحث‌های مرزیش با تاجیکستان حل نشده باقی مانده است. حالا ما پاره به حل مسائل مرزی با همسایه‌مان تاجیکستان سر کردیم و تمام کوشش‌های خود را به خرج خواهیم داد تا حل این مسئله را در کوتاه‌ترین فرصت به انجام برسانیم و قصد ما با وجود تمام مشکلات به نسل‌های آینده نماندن و حل کردن مسائل مرزی است که از یک حکومت به حکومت دیگر میراث میمانند. اظهار داشت جباروف. او همچنین اظهار داشت که نباید راه داد که برای یک پاره زمین مناقشه‌های مسلحانه روی بدهند، آدمان کشته شوند، پدر و مادران فرزندان با هزار امید کلان کرده‌اش را از دست بدهند. یگان چیز قیمت‌تر از جان انسان نیست. هفته گذشته در جریان بررسی سازشنامه‌های مرزی قرقیزستان و ازبکستان از جمله سرنوشت آبانبارهای بحثی کمپی رباط، جباروف برخی جزئیات مذاکرات مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را هم آشکار کرد و از جمله گفت تاجیکستان راضی شده است که منطقه بحثی چارکوچه در مرز 2 کشور منطقه بی‌طرف اعلام کرده شود. بعد تصویب قراردادهای مرزی با ازبکستان، جباروف با سر منبر آمد و به وکیلان برای پشتیبانیشان اظهار سپاس کرده گفت آنها میخواهند مشکلات مرزی با تاجیکستان را نیز الکی تا پایان سال 2022 حل کنند. صادر جباروف افزود که در جریان مذاکرات صورت گرفته از جمله نشست آخر هیئت‌های 2 کشور پیرامون تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه با معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک توشیف موثر شده است که جانب تاجیکستان را به گذشت در مسئله چارکوچه متقاعد کند. صادر جباروف افزود که اگر این توافق نهایی شود تاجیکستان از این منطقه تقریبا 20 عائله و قرقیزستان 4 عائله را می‌کوچاند. با گذشت بیش از 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیش از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز 2 کشور جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. در سال 2021 و 2022 در نتیجه ضدخوردهای مسلحانه در مرز 2 کشور از هر دو جانب در عموم نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر زخمی شدند. هر دو طرف در شروع درگیری‌های اخیر و قبلی یکدیگر را عیبدار می‌کنند. ادوکات شناخته تاجیک بزرگمیر یوروف و 5 محبوس دیگر را صبح 24 نوامبر سال 2022 از محبس نو واقع در کنار شهر وحدت به محبس پوشیده انتقال دادند. در این باره روز 24 نوامبر بنیاد بزرگمیر خبر داد. این سازمان حامی حقوق را جمشید یوروف ادوکات و برادر بزرگمیر یوروف در پولشا تأسیس داده است. مقامات تا کنون این خبر را شرح ندادند، ولی بنیاد بزرگمیر می نویسد که بنا به اطلاع آنها بزرگمیر یوروف که روز 15 نوامبر برای ارفای بقیده ماموران زندان 9 سزا در حق پرزیدنت تاجیکستان برای 15 روز به کارسر یا حجره جریمه‌ای محکوم شده بود، در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته. در نتیجه شام 23 نوامبر او را از کارسر به بیمارخانه بردند. صبح 24 نوامبر بزرگمیر یوروف و باز 5 محبوس دیگر را که نامه‌شان هنوز معلوم نیست به محبس پوشیده انتقال دادند. مکان دقیق بود و باش آنها هنوز معلوم نیست. رهبران زندان و نمایندگان وزارت عدلیه درباره انتقال محبوسان به خویشاوندان آنها یگان معلومات ندادند. بزرگمیر یوروف توانسته است خبر دهد که
او را به محبس پوشیده میبرند و تماس با او برای تقریبا 2 سال قطع می شود. او را در این مدت از حق صحبت‌های تلفنی و گرفتن دستاویز از خویشاوندانش محروم کردند. خبر داده است بنیاد بزرگمیر یوروف. بنیاد بزرگمیر قبلا خبر داده بود که بزرگمیر یوروف که در محبس نو واقع در کنار شهر وحدت 28 سال حکم زندانش را ادا میکند، روز 15 نوامبر سال 2022 در عرفه روز پرزیدنت با ماموران این محبس درباره نقش و مقام پرزیدنت وارد بحث شده. به این دلیل بار دیگر به مدت 15 روز در اتاق جریمه‌ای جای کرده شد. سازمان‌های عمومی حقوق بشر از جمله هیومن رایتس واچ، عفو بین المللی و کمیته هلسینکی نروژ نیز بزرگمیر یوروف را محبوس سیاسی عنوان می‌کنند و چندین بار از حکومت تاجیکستان رهایی به قید و شرط او و دیگر وکیلان مدافع زندانی را طلب کردند. اما مقامات تاجیکستان گفتند که در قانونگذاری تاجیکستان تغییر حکم دادگاه بر اساس توصیه‌های سازمان‌های بین المللی پیش بینی نشده است. مقامات تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در کشور را کاملا رد می‌کنند و می‌گویند افراد چون بزرگمیر یوروف، نورالدین محکموف و زید سیدوف که حامیان حقوق آنها را محبوسان سیاسی می‌نامند، در اصل با جرم‌های دیگر از جمله برای قلابی محکوم شدند. در تاجیکستان به محاکمه پرویز سیدرحمانوف، مبلغ داعش و مشهور با لقب ابو داوود آغاز کردند. همصحبتان رادیوی آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان روز 24 نوامبر گفتند که او ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده شد. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتسیا گمانبر است. اینترپول یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را می‌کوفت. محاکمه‌اش در دادگاه پایتخت جریان دارد. یک منبع رادیوی آزادی در دادگاه 24 نوامبر گفت پرویز سیدرحمانوف 35 ساله با تروریسم و آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی گمانبر است. اتهامی که در صورت اثبات شدنش از 25 سال زندان تا حبس ابد را در نظر دارد. همراه پرویز سیدرحمانوف همسرش مدینه بندرنکا شهروند روسیه و 4 فرزندش به تاجیکستان آورده شدند. اکسان چیلی و مادر مدینه بندرنکا روز 24 نوامبر به رادیوی آزادی گفت از مقامات روسیه خواسته است دخترش را به آن کشور ببرند. دختر من شهروند روسیه است و با فریب او را به سوریه بردند. حالا خواهش دارم که او را با فرزندانش به وطن برگردانند، گفت او. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانستند که به اطلاع آنها ده‌ها جوان را به جنگ سوریه و عراق برده است. منابع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفته بودند که تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد او به ترکیه درخواست فرستاد ولی انقره پاسخ نمیداد. استرداد او پس از سفر وزیر امور داخلی رمضان رحیم‌زاده به ترکیه در ماه ایول امسال امکان پذیر شده است، اما معلوم نیست که به چه شرطی و یا در عوض چی. به اطلاع رسمی در سالهای 2013 2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بینام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خود به تاجیکستان برگشت یا عفو گردیدند و یا زندانی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کرامت الله خالف همگی 30 سال دارد و در یک کلبه فقیرانه در محله خووران در کنار شرقی شهر دوشنبه زندگی می‌کند. کرامت الله که 3 فرزند خردسال دارد از بیماری گرده رنج می‌برد. 3 سال پیش مادر کرامت الله برای نجات جان فرزندش یک گرده خود را به او داد. جراحی خوب گذشت و گرده مادر به بدن فرزندش چسبید و کرامت الله توانست چند سال دیگر عرابه زندگیش را پیش ببرد. ولی متاسفانه حال گرده به بدن کرامت الله چسبانده شده زرداب گرفته است و طبیبان گفتند که او عاجلا به گرده نو ضرورت دارد. این دفعه باز یکی دیگر از پیوندان کرامت الله راضی شده است که یک گرده‌اش را به او بدهد و این جوانمرد پدر 3 فرزند را از این گرفتاری نجات بدهد. اما برای چسباندن گرده نو به بدن کرامت الله طبیبان همگی 1 ماه وقت دارند و نرخ جراحی هم 100,000 سومانی بوده است که پرداخت کردن این مبلغ بیرون از توان کرامت الله و نزدیکان اوست. کرامت الله و نزدیکانش به این خاطر به مردم دست بخیر مراجعت میکنند و دستیاری میطلبند. سروینو سفر و رهبر سازمان خیریه بهار کودکان که معرکه جمع‌آوری کمک برای جراحی کرامت الله برای انداخته است میگوید که
آنها توانستند در بین 2 هفته 35,000 سومونی جمع کنند، ولی برای انجام جراحی گرده کرامت الله با 65,000 سومونی دیگر نمیرسد. آنهایی که میخواهند برای نجات کرامت الله خولوف از این بیماری سنگین سهم بگذارند میتوانند کمک خود را به این کارت‌های بانکی گذرانند. سپربانک 799 19 62 78 03 تلفن 992 91 990 0743 تلفن رهبر تشکیلات بهار کودکان سروناز سفرova 992 918 57 08 29 23 نوامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 19:30 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا کامری نبیف سیاوش سال تولدش 1997 ساکن نویه جیهون هنگام حرکت از سمت نویه مذکور به سمت شهر بختر در حدود دهه کلین نویه بلخی از عهده اداره وسایل نقلیات نبر آمده دوچرخه‌ان حسینوف اسمان علی سال تولدش 1976 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه حسینوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 24 نوامبر سال 2022 تخمیناً ساعت 15:30 دقیقه راننده автомашین تمغه خونده استاریکس خولمرادوف جوره سال تولدش 1964 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت در حدود دهه ینگی ترموش نویه مذکور از عهده اداره وسایل نقلیات نبر آمده با موتورسیکل تمغه اسکوتر تحت اداره رحمتوف کرامت الله سال تولدش 1951 ساکن نویه بخش برخورده است. در نتیجه رحمتوف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. مسافر موتورسیکل مذکور رحمتوف جوربک سال تولدش 1979 ساکن امین نویه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 54 ساله ساکن شهر نورک مراجعت نموده است که شب 19 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 00:20 دقیقه هنگام در نزد بازار سخاوت پایتخت قرار داشتنش مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه به یگان اساس دشنام‌های قبیح گفته او را لطوکوب کرده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 24 نوامبر سال 2022 نجات بخشان این نهاد در وادی رشت در عملیات رفع عاقبت‌های یک صدمه غیر عادی در روز دوشنبه وحدت لخش اشتراک کردند. بنا به گزارش نشر شده نیمه شب 24 نوامبر به قسم نوبداری کمیته اولت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند در حدود دهه یلتیمچی جماعت دهات قلنک نویه رشت ماشین بارکش تمغه مرسدس بنز پرینتر تحت اداره ساکن شهر ایسور که از طرف نویه لخش به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد به سبب از عهده اداره ماشین نبر آمدن راننده به دریای سرخوب چپه شده است. هنگام صدمه در داخل ماشین همراه راننده باز 2 مسافر دیگر بودند. بر سه آنها موثر شده است که مستقلانه از ماشین خود را بیرون بیارند و به ساحل برآیند، ولی متاسفانه 25 تر چاروای خرد و 1 تن میوه‌جاتی که در ماشین بار کرده بودند بر اثر این صدمه نابود شدند. نجات بخشان ریاست فوق‌العاده منطقه رشت به جای حادثه آمده با کمک تجهیزات مخصوص ماشین را از دریا بیرون کشیدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.